آیه تاج واقعا گندش همه جا را گرفته. داوری ها رو میبینید دارن سر ما رو چی میگه آقای میبرن، تاج؟ دارن مهندسی میکنن. آقای تاج برمیگرده به من میگه که آقای زنوزی خودتون برید با داورا بشینید صحبت کنید حلشون کنید. به من گفت من اون کارو بلد کمیته نیستم. داوران یا داورا؟ آیه نه با داورا این گندخونه رو درشو ببندی، فردا منو ببرن هر کاری میخوام بکنم، مشکلی نیست. آقای ما تاج برای این هزینه- جمله‌ای که با آقای زنوزی بله، گفتیم باید توضیح من بدین که ها. تعارف ندارم. این حرف درستی نیست که برید با داورا صحبت کنید این حرف. سر بله. گسترش فولاد. اون موقع گسترش فولاد بود، الان توی تراکتور. مگه اون یکی تیما میرن میبینن؟ من میذارم بغل اتفاقاتی که توی این 14 بازی سر ما اومده. 4 تا 5 تا پنالتی ما رو نگرفتن. وار هم به اصطلاح صداشون نگه. یه روز وار میگه که داور به اصطلاح صدا کردیم نیومد، یک روز میگه که داور میگه وار ما رو صدا نکرد. ما حالا مشخص نشد این واره، به قول پارسال گفتم یا یاره. تمومش کنیم که وارو ما هر هفته 400 میلیون تومان واسه وار پول میدیم که بیان سرمونو ببرن. پس نیارید